به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و بسیار شیرین و بسیار قدیمی شروع می‌کنیم. کتاب ارزشمند سرالمکتوم فی اسرار النجوم که نویسندش علامه عالم محمد فخر رازی هستش. موضوع این کتاب در حوزه علوم نجوم و علوم غریبه هست. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب بسیار قدیمی رو با هم دیگه کشفش کنیم و با هم ورق بزنیم. این کتاب خیلی قدیمی هستش، به زبان عربیه و من ترجمه خیلی کوتاهی رو از این کتاب تونستم پیدا کنم که برای شما میخونم. لطفاً با من همراه باشید. سرالمکتوم نوشته محمد رازی کتابی است که به بررسی علم نجوم و طالع‌بینی میپردازد. این اثر به دنبال جستجوی رازهای کائنات و ارتباط آن با زندگی انسان هاست. فصل‌های اصلی این کتاب: 1. علم نجوم و طالع‌بینی. کتاب به توضیح اصول نجوم و تأثیر سیارات بر زندگی انسان‌ها می‌پردازد. نویسنده به بررسی موقعیت ستاره‌ها در زمان تولد افراد و تأثیر آنها بر شخصیت و سرنوشت می‌پردازد. 2. روابط انسانی. تأثیرات نجومی بر روابط انسانی و ویژگی‌های شخصیتی در این فصل بررسی می‌شود. نویسنده به چگونگی شکل‌گیری ارتباطات بر اساس طالع افراد اشاره می‌کند. 3. عرفان و فلسفه. این بخش به جنبه‌های عرفانی و فلسفی علم نجوم می‌پردازد و سعی دارد تا خواننده را به تأمل در مورد وجود و کائنات وادار کند. 4. پیشبینی‌ها. کتاب شامل پیشبینی‌هایی درباره آینده و تأثیرات مختلف نجومی بر زندگی فردی و اجتماعی است. این پیشبینی‌ها به خواننده کمک می‌کند تا درک بهتری از شرایط زندگیش پیدا کند. سرالمکتوم به عنوان یک اثر ترکیبی از علم و عرفان در تلاش است تا خواننده را به جستجوی معنا و فهم عمیق‌تری از زندگی و کائنات ترغیب کند. این کتاب نه تنها به جنبه‌های علمی بلکه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز می‌پردازد. علم نجوم و طالع‌بینی. تعاریف و اصول. این فصل به معرفی علم نجوم و تاریخچه آن می‌پردازد. نویسنده اصول طالع‌بینی را توضیح می‌دهد و به بررسی چگونگی تحلیل موقعیت ستاره‌ها و سیارات در زمان تولد افراد می‌پردازد. تأثیر سیارات. هر سیاره و ستاره‌ای ویژگی‌های خاصی دارد که بر شخصیت و زندگی فرد تأثیر می‌گذارد. این بخش به شرح این ویژگی‌ها می‌پردازد. 2. روابط انسانی. تأثیر نجوم بر روابط. این فصل به بررسی چگونگی تأثیرات نجومی بر روابط انسانی و انتخاب‌های عاطفی می‌پردازد. نویسنده به تطابق‌های نجومی در روابط اشاره می‌کند. تحلیل شخصیت. بر اساس طالع افراد، شخصیت‌های مختلف تحلیل می‌شوند و ویژگی‌های مثبت و منفی هر یک مورد بررسی قرار می‌گیرد. 3. عرفان و فلسفه. ارتباط علم و عرفان. این بخش به بررسی ارتباط بین علم نجوم و آموزه‌های عرفانی می‌پردازد. به اهمیت جستجوی معنا در کائنات و درک عمیق‌تر از زندگی اشاره می‌کند. پرسش‌های اختصاصی. مباحث فلسفی و سوالات بنیادی درباره وجود و جایگاه انسان در کائنات مطرح می‌شود. 4. پیشبینی‌ها. پیشبینی‌های فردی. این فصل شامل پیشبینی‌هایی درباره آینده افراد بر اساس طالع آنهاست. شامل زمانهای مناسب برای شروع کارها یا تصمیم‌گیری‌های مهم.
تأثیرات اجتماعی. پیشبینی‌هایی درباره تغییرات اجتماعی و فرهنگی نیز در این بخش گنجانده شده است. این پیشبینی‌ها به خواننده کمک می‌کند تا با آگاهی بیشتری از شرایط زندگیش اقدام کند. این فصول به هم پیوستند و به خواننده کمک می‌کنند تا از زوایای مختلف به علم نجوم و تأثیرات آن بر زندگی انسان‌ها نگاه کند. اما پیشبینی‌های فردی که بر اساس وجود سیارات گفته می‌شود: 1. تأثیر ماه بر شخصیت. افرادی که در دوران خاصی تحت تأثیر ماه متولد شده‌اند ممکن است شخصیت‌های حساس و عاطفی داشته باشند. پیش بینی می‌شود که این افراد در روابط عاطفی موفق‌تر خواهند بود. 2. تأثیر سیاره زهره. اگر زهره یا ونوس در موقعیت خاصی قرار داشته باشد، پیش بینی می‌کند که فرد در دوران مشخصی از زندگیش با فرصت‌های عاشقانه و بهبود روابط مواجه خواهد شد. 3. زمان مناسب برای شروع کار. پیشبینی‌هایی درباره زمان‌های مناسب برای شروع پروژه‌های جدید یا سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس موقعیت سیارات. مثلا اگر مشتری در موقعیت مثبتی باشد، شروع یک کسب و کار جدید توصیه می‌شود. 4. چالش‌های آینده. پیشبینی‌هایی درباره چالش‌ها یا مشکلاتی که فرد ممکن است با آنها مواجه شود، به ویژه در زمینه‌های شغلی یا خانوادگی بر اساس موقعیت‌های خاص سیارات. 5. تغییرات زندگی. پیشبینی‌هایی مربوط به تغییرات عمده در زندگی مانند جابجایی، تغییر شغل یا تغییرات عاطفی بر اساس وضعیت نجومی. این نوع پیشبینی‌ها به خواننده کمک می‌کند تا درک بهتر از شرایط زندگی خود پیدا کند و تصمیمات بهتری اتخاذ کند. اما نمونه‌ای از چالش‌هایی که در این کتاب ذکر شده: 1. مشکلات عاطفی. پیشبینی‌هایی درباره بروز تنش‌ها یا اختلافات در روابط عاطفی، به ویژه در زمان‌هایی که سیارات خاصی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. 2. چالش‌های شغلی. ممکن است پیش‌بینی شود که فرد در دوره‌های خاصی با مشکلاتی در محیط کار مواجه شود، مانند عدم توافق با همکاران یا تغییرات ناگهانی در وظایف شغلی. 3. مسائل مالی. پیش‌بینی‌هایی درباره مواجهه با مشکلات مالی، مانند کاهش درآمد یا هزینه‌های غیرمنتظره که ممکن است در زمان‌های خاص به وجود آید. سلامتی. چالش‌هایی مربوط به سلامتی که ممکن است در دوره خاص از زندگی پیش بیاید، مثل بیماری‌های جزئی یا نیاز به مراقبت بیشتر. تغییرات زندگی. درباره تغییرات عمده در زندگی مانند جابجایی یا تغییر شغل. این چالش‌ها به خواننده کمک می‌کند تا نسبت به شرایط آینده خود آگاه‌تر شود و بتواند تصمیمات بهتری بگیرد. اما در ادامه تأثیر چند سیاره رو برای شما می‌خونم. زهره یا ونوس. تأثیر بر روابط عاطفی. این سیاره به عنوان نماد عشق و زیبایی شناخته می‌شود. تأثیر آن می‌تواند به ایجاد تنش‌ها یا توافقات جدید در روابط عاطفی منجر شود. 2. مشتری یا ژوپیتر. تأثیر بر فرصت‌ها و خوشبختی. مشتری سیاره برکت و فراوانی است، اما گاهی اوقات ممکن است با وعده‌های بیش از حد و انتظارات نادرست چالش‌های ایجاد کند. 3. زحل یا ساترن. تأثیر بر مسئولیت و چالش‌ها. زحل به عنوان سیاره محدودیت و مسئولیت شناخته می‌شود. تأثیر آن می‌تواند به بروز مشکلات مالی یا چالش‌های شغلی منجر شود که نیاز به تلاش و صبر دارد. 4. اورانوس. تأثیر بر تغییرات ناگهانی. این سیاره به تغییرات غیرمنتظره و انقلاب‌ها معروف است. تأثیر آن می‌تواند به بروز بحران‌های ناگهانی در زندگی شخصی یا شغلی منجر شود. 5. نپتون.
تأثیر بر رویاها و توهمات. نپتون به عنوان سیاره رویاها و توهمات شناخته می شود. تأثیر آن می تواند به چالش‌های مربوط به واقعیت و سوء تفاهم‌ها منجر شود. زحل در علم نجوم و طالع‌بینی به عنوان سیاره مسئولیت، محدودیت و نظم شناخته می شود. تأثیرات آن به شکل‌های مختلفی در زندگی افراد بروز می کند. تأثیرات زحل یا ساترن: 1. مسئولیت و تعهد. زحل و افراد یادآوری می کند که باید مسئولیت‌های خود را جدی بگیرند. این سیاره می تواند به ایجاد چالش‌های منجر شود که نیاز به تعهد و سخت‌کوشی دارد. 2. محدودیت‌ها. زحل معمولاً با محدودیت‌ها و موانع همراه است. این سیاره می تواند به بروز مشکلات مالی، شغلی یا شخصی منجر شود که نیاز به صبر و تلاش برای عبور از آنها دارد. 3. درس‌های زندگی. تأثیر زحل به نوعی به یادگیری درس‌های مهم زندگی مربوط می شود. چالش‌های ایجاد شده تحت تأثیر زحل معمولاً به فرد کمک می کند تا رشد کند و به بلوغ برسد. 4. ساختار و نظم. زحل به ساختار و نظم اهمیت می دهد. این سیاره می تواند به فرد کمک کند تا به سازماندهی بهتر زندگیش بپردازد و برنامه‌های دراز مدت تنظیم کند. 5. زمانهای سخت. در دوران‌هایی که زحل در موقعیت خاصی قرار دارد، ممکن است افراد با چالش‌های جدی روبرو شوند. این چالش‌ها می‌توانند به شکل احساس ناکامی، ترس از شکست یا فشارهای اجتماعی بروز کنند. زحل به عنوان یک معلم سختگیر عمل می‌کند و تأثیرات آن می‌تواند به رشد شخصی و یادگیری‌های ارزشمند منجر شود. افراد باید با آگاهی از این تأثیرات به چالش‌ها نگاه کنند و از آنها بهره برداری کنند. اما موقعیت‌های خاص زحل در طالع‌بینی می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر زندگی افراد بگذارند. در اینجا به برخی از مهمترین موقعیت‌ها و تأثیرات آنها اشاره می‌کنم. 1. بازگشت زحل ساترن ریترن. زمان وقوع معمولاً در حدود 29.5 سالگی و دوباره در 59.5 سالگی. تأثیرات: این مرحله به عنوان یک دوره مهم در زندگی شناخته می شود. افراد معمولاً با چالش‌های جدی در زمینه‌های شغلی، روابط و مسئولیت‌ها مواجه می شوند. این دوران فرصتی برای بازنگری در زندگی و تعیین مسیرهای درست است. 2. زحل در خانه‌های مختلف. زحل در خانه اول تأثیر بر تصویر شخصی و هویت ممکن است فرد را به چالش بکشد تا به خودشناسی عمیق‌تری برسد. زحل در خانه چهارم تأثیر بر مسائل خانوادگی و ریشه‌ها ممکن است با چالش‌هایی در روابط خانوادگی روبرو شود. زحل در خانه ششم تأثیر بر سلامت و کار ممکن است فرد با فشارهای کاری و مسائل سلامتی مواجه شود. زحل در خانه نهم تأثیر بر تحصیلات و سفرها ممکن است چالش‌هایی در زمینه تحصیلات عالی یا تجربه‌های جدید در سفرها ایجاد کند. اما زحل در جنبه‌های خاص. زحل در جنبه مربع یا اسکوئر این وضعیت می‌تواند به چالش‌های جدی و تنش‌های داخلی منجر شود، به ویژه در روابط. زحل در جنبه مثلثی یا تراین تأثیر مثبت‌تری دارد و می‌تواند به آسانی در دستیابی به اهداف و مسئولیت‌ها کمک کند. زحل در نشانه‌های مختلف. زحل در کپریکورن قدرت و انضباط را تقویت می‌کند، اما ممکن است با چالش‌های مربوط به محدودیت‌ها همراه باشد. زحل در آکواریوس تأکید بر نوآوری و تغییرات اجتماعی ممکن است چالش‌هایی در رابطه با
الگوهای تفکر سنتی ایجاد کند. واقعیت‌های خاص زحل می‌توانند به شکل‌های مختلف بر زندگی افراد تأثیر بگذارند. مقابله با جنبه‌های مربع زحل می‌تواند چالش برانگیز باشد، اما با رویکردهای مناسب می‌توان از این موقعیت بهره برداری کرد. در اینجا چند راهکار برای مدیریت این جنبه‌ها آورده شده است. 1. پذیرش واقعیت. به جای فرار از مشکلات، واقعیت را بپذیرید. این پذیرش می‌تواند به شما کمک کند تا با چالش‌ها روبرو شوید و به جای انکار راه حل‌های عملی پیدا کنید. 2. برنامه‌ریزی و انضباط. زحل به نظم و انضباط اهمیت می‌دهد. با تنظیم برنامه‌های مشخص و هدف‌گذاری می‌توانید به تدریج بر چالش‌ها غلبه کنید. این برنامه‌ها می‌توانند شامل تقسیم وظایف بزرگ به مراحل کوچکتر باشند. 3. توسعه مهارت‌های جدید. استفاده از این زمان برای یادگیری و توسعه مهارت‌های جدید می‌تواند به شما کمک کند تا بر چالش‌ها غلبه کنید. این مهارت‌ها ممکن است شامل مهارت‌های شغلی یا شخصی باشد. 4. مراقبت از خود. به سلامت جسمی و روحی خود توجه کنید. فعالیت‌های ورزشی، مدیتیشن و تکنیک‌های کاهش استرس می‌توانند به شما کمک کنند تا با فشارهای زحل مقابله کنید. 5. تقویت روابط. در این دوران روابط خود را تقویت کنید. حمایت از دوستان و خانواده می‌تواند به شما کمک کند تا از چالش‌ها عبور کنید. گفتگو با دیگران می‌تواند دیدگاه‌های جدیدی به شما بدهد. 6. تمرکز بر اهداف بلند مدت. به جای تمرکز بر مشکلات زودگذر، بر اهداف بلند مدت خود تمرکز کنید. این به شما انگیزه می‌دهد و می‌تواند به شما کمک کند تا از چالش‌های حاضر عبور کنید. جنبه‌های مربع زحل می‌توانند به عنوان فرصتی برای رشد و یادگیری عمل کنند. با پذیرش، انضباط و تمرکز بر بهبود خود می‌توانید از این چالش‌ها عبور کنید و به فردی قوی‌تر تبدیل شوید. تا به حال برای یافتن پاسخ سوالات خویش و یا پیدا کردن شخصی قابل اعتماد که بتوانید بدون هیچ دغدغه با او مشکلات خود را مطرح کنید یا معلمی که از او راهنمایی بخواهید، به چند مدرسه و کلاس و کتاب و درس مراجعه نموده‌اید؟ تاکنون چند کتاب و مقاله به زبان ساده و سلیس و بدون غلط راجع به علوم غریبه مطالعه کرده‌اید؟ آیا با صرف این همه وقت و بودجه به آنچه می‌خواستید رسیده اید؟ پیامبر اکرم محمد مصطفی می‌فرماید تا صراط مستقیم را به مردم نشان دهد و مردم را به دین خدا و اعتقاد به جهان غیب و عالم فرشتگان و رعایت عدل و قوانین شرع دعوت کند. اولین بدیه‌ای که برای امت خود به امانت گذاشت کتاب آسمانی بود و پس از آن عترت و خاندان مبارکش که همه در راه آرمان‌های الهی تا پای جان کوشیدند. کتاب آسمانی قرآن که توسط مولود کعبه گردآوری شده و قرن‌هاست که در دل و جان مسلمانان نور هدایت تابانیده، سرتاسر از واژه‌ها و حروف تشکیل یافته و اسماء الهی که راهگشا و آرام بخش دل هاست. همه از حروف و کلمه ترکیب گردیده و شکل همه اذکار و اصوات و صداها با حروفات به تصویر کشیده شده است. آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که برای محافظت از نیروهای منفی چرا به خواندن 4 قول سفارش شده ایم؟ و یا چرا سوره توحید ثلث قرآن است و 3 بار خواندن آن برابر 1 بار ختم قرآن می باشد؟ و یا اگر حرف ف هر روز 200 بار به مدت خاصی تکرار شود، راز لا اله الا الله بر دل شخص هویدا می گردد؟ و یا چرا و چگونه چون این چیزهایی امکان دارد؟ مگر پا در مدرسه عالم نگذاشته ایم تا به صفت الهی علم آراسته شویم و زاد و توشه سفر آخرت
و آسمان‌های بالا را هرچه غنی‌تر بربندیم؟ پس چرا سر در گریبانی؟ بیایید از اول الفبا بیاموزیم. الفبای عشق، الفبای فرشتگان و الفبای اولیاء الله. خب در اینجا جدول‌هایی گذاشته شده که من دیگه نمیتونم، چون اکثر جدول‌ها به زبان عربی هستش و ترجمه نشده که برای شما بذارم، ولی یه چند تا از ستون‌های این جدول رو برای شما میخونم. در جدول اول نام فرشتگان آورده شده که با هر کدوم از حروف فارسی مطابقت داره. مثلا حضرت اسرافیل با حرف الف، حضرت جبرئیل با حرف ب، حضرت عزرائیل با حرف ت، حضرت میکائیل با حرف س. در جدول دیگه اسامی خداوند هستش که به چه تعداد باید هر اسمی رو تکرار کنید. مثلا اسم عزیز رو با 94 مرتبه گفتن به آرامش قلبی میرسید. اسم فاتح 489 مرتبه، اسم واسع 137 مرتبه، اسم ماجد با 48 مرتبه، اسم رؤوف با 286 مرتبه، اسم غنی با 1060 مرتبه، اسم واحد با 19 مرتبه، اسم جلیل با 73 مرتبه، اسم سلام با 131 مرتبه، اسم متکبر با 662 مرتبه، اسم ودود با 20 مرتبه و اسم حی با 18 مرتبه، اسم وکیل با 666 مرتبه، اسم مجید با 57 مرتبه، اسم حلیم با 88 مرتبه. من سعی کردم که یک مقدار از اسامی خداوند رو که در این جدول هست برای شما بخونم. نکته دیگر این که حروف را به 2 دسته تقسیم نموده. دسته اول حروف نورانی که همان حروف مقطعه در ابتدای بعضی سوره‌های قرآن مجید است، مانند الف لام میم، الف لام ر، ه میم، نون، یا سین، قاف، هام میم عین سین قاف، کاف ها یا عین صاد، تا سین، تا سین میم که 14 حرف است بدون تکرار و به اختصار به این شکل نوشته می شود: صراط علی حق نمسکه. 2 حروف ظلمانی که بقیه حروف هستند: ب، جیم، دال، واو، زین، ف، ش، ت، س، خ، زاد، زی دسته‌دار، زاد و قین. در بعضی از سوره‌های کتاب قرآن آیاتی را میتوان پیدا کرد که به این مفاهیم مرتبط است، گرچه گاهی بین عرفا اختلاف نظراتی نیز وجود دارد. مثلا عده‌ای معتقدند که لفظ ظلمانی برای حروف قرآنی دور از شأن کتاب آسمانی ماست و هرچه هست نور است و نور و نور و علی نور. عده دیگر چون آب ظلمت یا آب حیوان را منشأ خلقت و حیات با دانایی می‌دانند، با تاکید بر توحید این لفظ را مغایر با آن نمی‌دانند، با اشاره به سفر اسکندر به ظلمات و یافتن راز جاودانگی. اما روش نگارش حروف 28 گانه می‌تواند جداول مختلفی برای ما ایجاد کند که هر یک کاربرد خاصی دارد و که در مراحل بعدی این کتاب توضیح داده شده که من صرف نظر می‌کنم از خوندنش، چون عربی هستش و خیلی خیلی سخته که بتونی این کتاب رو به صورت کامل بخونی، مگر بتونی که ترجمه فارسیشو گیر بیاری. اما جهان 4 عنصری. حکمای قدیم معتقد بودند که جهان از 4 عنصر اصلی آتش، باد، آب، خاک تشکیل گردیده و از ادغام این عناصر کلیه موجودات عالم خلق شدند.
در نظام بطلمیوس و در حکمت قدیم ارسطویی که زمین مرکز و محور و مبدأ عالم قرار می‌گرفت، به ترتیب حضور عناصر در طبیعت دایره فرضی زمین را می‌کشیدند و خاک را لایه اول به دور دایره زمین در نظر می‌گرفتند. سپس اولین عنصر که همواره روی سطح خاک می‌تواند موجود و جاری باشد، لایه آب قرار دادند و بعد از آن باد را که همواره به دور کره زمین در حال چرخش و گردش است و بالاخره خورشید، مهمترین و نورانی‌ترین جرم آسمانی را نماینده آتش و در بالاترین جایگاه قرار دادند. و چون گرما سبکتر از همه عناصر است، به شکل زیر دایره را به 8 قسمت که نشانگر 4 جهت اصلی و 4 جهت فرعی تقسیم کرده و حروف ابجد، هوز، حتی، کلمن، سعتز، قرشد، سخز و ززق را از بالا به پایین از دایره خروجی به سمت دایره داخلی می نویسند. خب که این جدول به صورت دایره‌ای هستش و این هم به زبان عربی هستش که دیگه نمیشه ادامه داد و برای شما خوب. در دایره اول الف، ه، ت دسته‌دار، میم، ف، ش و ضاد حروف آتشی. در دایره دوم ب، واو، ی، نون، صاد، ت و ضاد حروف بادی. در دایره سوم جیم، زا، کاف، سین، قاف، س، ثلثه و ز دسته‌دار حروف آبی و در دایره چهارم دال، ه، لام، عین، ر، خ و قین حروف خاکی هستند. کاربرد این جدول از لحاظ غریزی: 1. آتش و باد. حروف آتشی حروف هوایی را که هم درجه باشند طالب هستند و آتش و باد یا همان هوا با هم سازگارند و آتش را هوا مربی است. حروف آتشی قابلیت جانشینی به حروف بادی و بالعکس را دارند. 2. حروف آبی و خاکی نیز طالب و مطلوب یکدیگرند و آبی را خاکی مربی است. حروف آبی قابل جانشینی و تبدیل به حروف خاکی و بالعکس می باشند. 3. نام چند شخص یا موجود را بررسی کرده تا بدانید کدام عنصر بر طبیعت آن حاکم است. 4. نام 2 شخص از لحاظ دوستی و دشمنی را می توانید بررسی کنید. آتشی ها و بادی ها با هم دوست هستند. آبی ها و خاکی ها با هم دوست هستند. آب و آتش با هم ضد هستند. باد و خاک هم با هم ناسازگار هستند. همانطور که باد آتش را تقویت و به اصطلاح تیز می کند، خاک می تواند بر آتش غلبه کند. خاک از لحاظ غلبه بر آتش با آب بیشتر سازگار است. همچنین باد بر خاک غلبه می کند و یا می تواند آن را پراکنده سازد و از این لحاظ تقویت کننده و دوست آتش است. با این نگرش می توان سازگاری و دوستی یا ناسازگاری و دشمنی افراد با یکدیگر را بررسی نمود. خب امیدوارم که تا همینجا که تونستم برای شما بخونم خوشتون اومده باشه. بیشتر از این که ترجمه فارسی در اختیار من نیست. اگر دوست داشتین باید این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و به زبان فارسی ترجمه کنید تا بتونید متوجه و این رازهایی که در این کتاب هستش بشید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.